سلام به همگی، امیدوارم بازی خوبی داشته باشید. لطفا بیادبی نکنین، کسی که بیادبی کنه تعارف نداریم کیک میشه. از کنار نقشتون هم رد نشید. همتون گرم، امیدوارم بازی خوبی باشه. نفر بعد. سلام دوستان، شماره 5 بازی هم امیدوارم بازی خوبی کنار هم داشته باشیم. سردست بازی هم به باگ بازی هم میشه کنار من یه مافیا میشینه. 4 و 6 بازی تارگت هم یه دونه از خانم‌ها به 3 بازی میزنن. 3 4 6 بازی صحبتاتون رو میشنم، یه دونه چالش ریز از 1 یا 2 میگیرم دیگه. نفر بعد. نفر بعد. سلام دوستان، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. شب اوله، حالا تارگت هم حسیه، میزنم به بغل دستیم 8 بازی و حالا یکی هم به 10 بازی. حالا باز دست به چرخه، صحبتاتون رو بشنوم. نفر بعد. سلام، شهروند بازی هم تارگت بک میکنم. شماره 7 بازی فعلا تارگت ندارم، شماره 7 دارم، فقط تارگت زد رو من، یکم هم حرفاش گیر داشت. به چرخه. نفر بعد. دوستان سلام، شماره 9 بازی هم خیلی خوشحالم که در کنارتون بازی میکنم. امیدوارم بازی پربرایندی باشه که به غیر از 5 من از 6 و 7 و 8 که اصلا هیچ شیشه که صحبت نکرد. نمیدونم والا توشون مافیا باشه سخت بشه بگیریش. یکی میزنم به 7، یکی هم مثلا میزنم به 8، من یکی میزنم به 2. من 4 و 5 رو سفید میکنم با هم دیگه. از نظر من از اون دوتا مافیا در نمیاد. نفر بعد. بچه نه هفته مافیا است. آره درسته 10 بازی 10. آره هفته مافیا است. 5 بازی نظر شما چیه؟ ولی خب چیکار کنیم؟ شیشه رو باید تکمیل. متشکرم. نفر بعد. چالش رو میدیم شماره 2. شماره 6 صحبت نکرد. اگر یک دور دیگه صحبت نکنه 100 مافیای بازی و میره بیرون. اجماع میکنیم شماره 6 میره بیرون. چی دیگه؟ شماره 6. شماره 9 هم من دارم بچه ها. فعلا تارگت های اصلیم 6 و 9 هم. بازی بچرخه ببینیم چی میشه. نفر بعد. مصاحبه میکنم دوستان. دوست از شماره 6 عزیز من عشقم، حرف نمیزنی به ساید خودت داری ظلم میکنی، درسته؟ اختار میدم، سری باید صحبت نکنی داداش کیک میشی با احترام. نفر بعد. خیلی خب، یعنی متاسفم برای خودم این موقع صبح میام سر میزی که گرداننده باشه امثال 6 و 7 و 8 رو نبینم. گرداننده میگه تو اینو چیز نکن، مگه اینو میذارم ما تو این نکنیم؟ بده آقا من کی کن، نمیخوام سر میز بازی کنم. آقا چه بازیه؟ اون هفته اینقدر اولاغی که شیشی که رد میکنه اصلا باش کار نداره. تو اگه شهر باشی باید شیشو جر بدی. اشتی بازی بیا آقا من کی کن، من نمیخوام روی میز باشم. من کن بابا، اینو نگاه کن. بعد از من چالش میخوام. خدا یا توبه، من چیکار کنم با اینا؟ نفر بعد. خب چالش هم میدادی به 8 بازی عزیزم. 3 بازی تو که بعد مایی. حالا بذار به اون قبلی ها بدم، بذار به هفته بدم. هفته خیلی صحبت، من هفته رو مافیا دارم. اسم میکنم 6 هم مافیا بود که 7 اینجوری ردش که اصلا انگار ندیدش. من میگم 6 مافیاس، هفته هم یارشه تا اینجای بازی.
نمیدونم بقیه هم چیز خاصی نشیدم که بگم. حالا به چرخه ما آخر دستم یه چالش بگیرم. مرسی. نفر بعد. نمیدونم شماره 4 بود یا 5 بود، بلند شد گفت که من به بغل دستی میزنم، چون این حالا روش بازی مافیاست که به بغل دستیشون میزنن. اون مافیا نشد 4 و 5، بعد الان من مافیا شدم که حالا به بغل دستیم زدم. اصلا من 6 هم مافیا میبینم که حالا که اینطوری شد. 6 اینترنتش اگر ببینید اینترنت نداره که نمیتونه الان صحبت کنه. نفر بعد. خدا به دادمون برسه با اینها. صحبت خاصی نداره. گردانان منو کی کن یا دوستان اجماع کنیم من برم. نمیخوام روی این میز باشم. 8 بازی تویی که چالش نمیدی لیاقت چالش گرفتن نداری. اون دست رو بیار پایین. هر کی هم بعد از من بخواد به چالش بده احمق‌تر از توی 8 بازی. نفر بعد. گرداننده عزیز میشه ساید این شیشه رو به ما بگی که حداقل استعلام جان سخت واسه ما نسازه. بعد 9 بازی تو می 5 و 4 و سفید داری، نظری راجع به شیشه نداری، 7 و 8 رو میزنی نمی بازی شما هم بر من نمیخونه. آره دیگه دیسلایک نده. شما 6 9 هم شیشه رو نظر 9 بازی شما هم ماف کشیدی. شکرم. نفر بعد. سلام و صبح بخیر دوستان. دور بازی چرا فاز نازم بودن گرفتی؟ نمیخوای بازی کنی مثل شیشه دیس شو برو. تو از شیشه گافتری. به خاطر شیشه میای بازی 10 نفر دیگر رو خراب میکنی. ما هم وقت شب پلی داری بازی کنیم دیگه. بعد اومدیم ما بازی نمیکنم. دیس شو برو بازی نمیکنی. یکی بازی هیچی نیست تو این بازی. این همه چیز بود. هفته بازی میگه بغل دستیامو میزنم ولی تو شیشو نزدی. بعد الان میگه چون شیشه دیس بوده نزدمش. اون موقع که دیس نبود. 8 بازی هم میاد این 7 رو نمیبینه، 6 هم نمیبینه، میاد یه جای دیگه میشینه میگه. 10 بازی با میشه یه جوره. نفر بعد. سه بازی خیلی چیز تو چند تاش داشت. ببین 10 بازی تو میگی یه شیشه رو مشکوک دارم، یه 9 بازی درسته، تارگت سوم ندارید. تو میتونستی بین کسایی که من سفید کردم اگه منو مافیا داری فکر کنی یکی از یارام اونجا سفید کردم یه تارگت اونجا داشته باشی دیگه. تو مشکوکی. یک بازی که اصلا من نمیبینه که 2 نفر رو سفید کردم، یعنی قطعی اینجا مافیا. نفر بعد. نداره. بفهم. روی بازی حتی اگر به چالش هم نداده شما بهش چالش بده. این احترام خیلی چیز خوبیه. بتونی احترام حفظ کنی عالیه. شیشه رو بذارید به حساب دیسکانکتی. خب اگه میخوای بیرون هم بریزش به عنوان دیسکانکت بریزش بیرون. خب و کسی بیرون نره غیر از شیش. فردای بازی تکلیف روشن بشه. مافیا هم دیگه بالاخره کار داریم دیگه، مجبور شات نکنه، موظف شات نکنه. بتابه. شماره 2 ندیدم بخوام چالش کنم بعد عقده‌ای نباشی. قد شماره 9 تو 2 تا سفید داری، 2 تا هم مافیا داری، مشکوک نیستی. منو 8 همون زدیم، باز مافیای همدیگه ایم. بعد ما جفت میشیم مافیای تو. شماره 3 من 7 تا تارگت کردم، 7 هم منو. بعد ما جفتمون میشیم مافیا، یار فروشی کردیم. نمیخونه بازی تو. میریم سراغ رای گیری.
چه کسانی به ایشون رأی میدن؟ کدوم انتخاب میکنید؟ سه دو یک شب می شود. تیم مافیایی بیدار شن. یک نفر رو بکش. بچه شات نزن. خب اوکی شات نزنیم بازی خراب میشه. آره شات نزن. دکتر لکتر یک نفر رو نجات هفته بازی بده. پاشه تو تارگت بزن دختر خوب. باش شماره چند شماره 7 جنگجو بازی کن نترس. متوجه شدم. با اعلام من 3 2 1 روز می شود. خب گرداننده اگه ساید شیشه رو بگی خیلی ممنون میشم. اینو خیلی موافقم. من که دارم میگم دوستان بین 10 و 1 بازی قطعی مافیا نشسته. به چه دلیل؟ این فکت اصلا ردخور نداره. 10 بازی اومده میگه 9 مافیای منه خب با شیشه. بعد من اومدم 4 و 5 سفید کردم. یه تارگت اونجا خرج نمیکنه. یعنی یکی ببین یه رأی خش واسه خودش نمیخره. یکی هیچ کدومو نمیبینه. یعنی میدونی چی میگم؟ یعنی احتمال وجود داره بین 4 و 5 اینجای بازی شیشه میخونه مافیا دیگه، چون مافیا حق شات نداره. بازی گرداننده داره دیگه. مافیا شاتشو زده، پس شیشه مافیاست. جان سختم تو بازی لچ کرده، استعلام نمیده. جان سخته بازی استعلام تو بگیر، خواهشم بگیر، حداقل گن نزن به بازی. شکرم. نفر بعد. دوستان شیشه بازی غیر از این نقشی که الان داره هر نقشی داشت نمیگفتم، ولی مافیاتون خیلی مردونه بازی کرد، شات نزد. هم جان سختتون بیرونه هم حرفه‌ایتون بیرونه. الان کوچکترین اشتباهی کنیم بازیتون تمام شده. اینو گفتم، اگه نمیگفتم دلم میسوخت، چون شیشه احمق با نقش مهم به جان سختی اومد تو بازی دیسکانکت شد رفت. 2 بازی 3 بازی یکم خویشتن‌دار باشین، هم دیگه بی احترامی نکنید. مجبور میشم کیف کنم. باید نفر بعد. نو این چه استدلال خنده‌داری شما داری؟ تو تارگت منی، حتما باید اونایی که تو سفید کردی رو من تارگت بزنم. اصلا همین استدلالت نشون میده که خودت مافیایی شماره 9. شو مافیایی شماره 9. یعنی تو هر کی سفید کردی من با تارگت بزنم؟ مشخصه دیگه، حرفی نداری برای گفتن شماره 9. فقط میخوای یه چیزی گفته باشی. شو مافیایی. شماره 3 هم که من 100 مافیا دارم. نفر بعد. ببینید 9 بازی به فکت تناقض مافیای بازیه. چی گفته؟ گفته 10 منو دیده به من تارگت زده مافیاست، 1 منو ندیده به من تارگت نزنه اونم مافیاست. 9 بازی تو ناراحتی به تارگت نزدیم؟ معلومه مافیایی. اگه شهر بودی تعامل میکردی. 9 بازی امروز به گردن بنده میره بیرون، فردا 1 عدد مافیا بیرونه. خواهش میکنم گرداننده حداقل یه کمکی بکن، به جای جان سخت 1 2 تا استعلام بهمون بده. ممنونت میشم. نفر بعد. خب یک بازی کردن نشکنه. یک بازی هرچند نمیخوام برای این شهر بازی کنم، چون 8 و 6 سایدشون شد. گفتم من با 8 تا 7 و 6 بازی نمیشه. حالا به احترام اون چند تا شهری که هستن امروز روسی بچینین همتون بیاین بالا. روسی که یاد دارین دیگه. خدا شو 9 بازی روسی میشینین میاین بالا، من پایین 1 دونه مافیا براتون میرم بیرون.
متشکرم. نفر بعد. این گرداننده میگه بیادبی نکن. نوازی چرا تو بشینی پایین؟ تو الان شهری؟ مگه نگفتی با 6 و 7 و 8 بازیم نمیشه؟ چرا دیس نشدی بری؟ این توی بازیم روسیش میکنی فقط به خاطر گل روی تو. خب ولی خواهش میکنم رای خروج تو به من بده. خوبه دور بازی؟ ببینم لایک تو. رای خروج تو به من بده دیگه. روسیش میکنم همه بیاین بالا. هفته بازی پا شده 8 رو میزنه. 8 چالش میگیره میگه 7 تو منو زدی منم تو رو میزنم. حالا هفته یه گوشه نشسته واسه خودش و نفر بعد. من جوازه منم بهش ما روسی بدم. نو هم میده. نو هم پلیر. تو هم که دیگه حرفشو زده اون دو تا دیگه هم نمیتونن ندن. همه بیان بالا دور بازی بشینی پایین. فقط اینو بگم اگر شهر داد بیرون تمومه ولی کسی حقی نداره بهش گلگی کنه. هیچ کس حقی نداره بهش گلگی کنه. بتابت. نفر بعد. توی بازی شما لوسی بشید. گرداننده داره دیگه بازی. حرفی نداره. مافیا باشه یار خودش رو میده بیرون دیگه. هفته بازی خوبی نون و ماست بهت میچسبه هفته بازی. ولی چرا بازی همچنان شما مثل من مافیه. درسته با 2 بازی داری بازی میکنی ولی برای من مافیه. حالا امروز روز 2 بشینه. نفر بعد. روسی 5 بازی تو قطعی مافیای بازی هست. قطعی مافیای بازی هست. ببین بین 5 و 4 که یه مافیا در میاد دوستان. 4 بازی تو چه جوری الان میخوای پشت دست 2 بازی کنی؟ خب 2 شاید مافیای بازیه. روسی بچینیم؟ نه ندارده. من که گفتم این نفر بعد. حالا یه دور که چرخید ولی من با حرفای شما کاملا موافقم و شهر میبینمش. 5 بازی برای من مافیا هست. یعنی شهرم باشه خیلی بد بازی میکنه. خیلی بد بازی میکنه. به شماره 3 میدم. مصد من چی گفتم با من موافقی آخه گفتم 2 بازی این 9 بازی ول کنیم وقت صبح دیگه بابا. بذار اصلا 2 مافیا بکشه زیر دارم میگم بکشه زیر من دیگه. تموم شه بریم میز بعدی. خدا وکیلی این بازی در نمیاد. اصلا همون اولش مشخص بود. 2 بازی بشین رای خروجت هم بنداز زیر من. تموم شه بریم میز بعدی. متشکرم. میریم برای رأی گیری. حرف حقی زدی شما رو 3 بازی راست میگی. اینم نظر خوبیه دیگه. بریم میز بعدی. به نظر من یعنی یه مافیا قطع بتونم بگم همون 10 بازیه. یعنی قطعی تر از این دیگه مافیا ندارم با همون فکتی که آوردم و
اینکه روز دوم میاد میره دقیقا رو 8 روی کی، روی 9 و 3 بازی که تارگت های کی بوده 8 بازی. یعنی این دومین فکته. بعد 8 بازی چی بوده؟ حرفه‌ای بازی. متشکرم. نفر بعد. مافیایی. یعنی تو نری بیرون ها، یعنی تبرتر از این شهر وجود نداره. دم به دقیقه نظرت عوض میکنی، خودت هم نمیدونی چی داری میگی. همین الان اثبات کردیم که فکت جنابالی چه خنده داره. باید بری بیرون. شما باید بری بیرون. 8 هم من اصلا یادم نیست مگه رو 9 و 3 تارگت بود بچه‌ها. این اصلا میخواد قشنگ، یعنی حقیقت رو داره عوض میکنه. شو مافیای شماره 9. بعدش که هنوزم رو تارگت هم هستم. 9 و 3 مافیای این بازیه. متشکرم. نفر بعد. ببینین فکت تا گوش بدین. 9 بازی تناقض کامله. اومده گفته چی؟ گفته 10 و 1 مافیان. بعد که من بهش حمله کردم گفتم گردن منو ول کرده گفته 3 و 5 مافیان. بعد حالا اونا رو دوباره ول کرده میگه 10 مافیان. این ذهن مافیاییه. بسته باگ خورده. 1 و 10 و 7 بین این سه تا دو تا به حد میشینه. دو بازی بازم میگم رای خروج تو بذار رو من این بازی تموم شه، ناموسم بریم میز بعدی. یکی بازی بگو چی داری؟ 1 10 نفر بعد. میشینن کسی نباید برایند وارد بکنه. قاعدش اینه ها. قاعدش اینه که مثلا یک نفر یه درخواست روسی داره میخواد بشینه یه مافیا قطعی بده بیرون. ولی حرف سر رو قبول دارم. روی بازی اگر میخوای این کارو بکنی، میخوای بریم میز بعد تموم شه، سرم اگر سر شهر داری میتونی منم بدی بیرون بریم میز بعد. درسته 5 بازی زودتر تموم شه دیگه. زودتر تموم شه بریم میز بعد. نفر بعد. ماف کشیدی سه بازی. تو اگه شهر بازی بودی نمیمده هی به دو بگی منو بده بیرون. یارت هم 4 بازی. خب دوی بازی 3 و 4 ماف کشیدن زیر هر کدومش بکشی گل. از روز اول میگه منو بدی من برم بیرون. نه عزیز من، شما بریم بیرون بازی تموم نمیشه. یارت هم میبینم این هفته بازی که حرف شما رو تایید میکنه. 4 3 هفته بازی. حالا حس میکنم این هفته تبر میزنه کار بکاشم، ولی شما دو تا قطعا کنار هم نشستین ماف کشیدین. متشکرم. نفر بعد. دوستان من شهر بازیون هستم، شهر ناآگاهی هم هستم و دوست دارم که با شهر بازی کنم. هر چی شهر بگه من همون کار انجام میدم. حالا یا 9 بیارید بالا یا 10، فرقی نمیکنه. هر چی که شهر میگه منم با شهر. ولی من ناآگاهم تو بازیتون. میخوام با شما بازی کنم که شهر ببره. میریم به خواب نیمروزی. شهردار بازی بیدار شه. آیا شهردار میخواد رأی گیری رو ملغا کنه؟ آیا میخواد رأی خروج به یکی از این 2 نفر بده؟ متشکرم. کدوم انتخاب میکنید؟ سه
2 1 شب می شود. تیم مافیایی بیدار شن، یک نفر رو بکش. متشکرم. دکتر لکتر یک نفر رو نجات بده. 5 رو بزن فکر کنم. متوجه شدم. زدی؟ 3. 3. های گرداننده نباید استعلام بدی ها. با اعلام من 3 2 1 روز می شود. برو میبره. خب حالا باید ببینیم 4 چی بوده. کاش که 9 داده بودی بیرون. اتفاقا من فکر میکنم 9 مافیاست. 9 مافیاست. اصلا معلوم هم نیست حالا خود 2 هم مافیا نباشه. از کجا معلوم 2 مافیا؟ کاش که یه استعلام میدادی بهمون. صحبت کنیم ببینیم چی میشه. نمیدونم، من تا استعلام نیاد نمیتونم بازی کنم. نفر بعد. خب دوستان شهر، هر چند دوست دارم این شهر نبره، یه دستگم روسی بازی کنیم. همه تون بیاین بالا، من مافیای دومم براتون بدم بیرون. لایک ها رو ببینم. شهرها لایک بدن. نوع بازی خواهشان بازی کن، تو رو شهر دارم. یه مافیای به قطع دیگه هم دارم، بیاین بالا من بدمش بیرون. نفر بعد. من که نمیام تو رای گیری دیگه. دو بازی یعنی روسی هم باشه من که نمیام تو رای گیری. درسته؟ مافیا قطعیت کیه؟ من 10 خیلی مافیا دارم. هفته من با تو تعامل میکنم، تا هر کیو بگی من میدم میرم. نفر بعد. دوستان هر کی امشب سمت من بیاد من مافیا میبینمش، چون من شهر صدتون هستم. اصلا دلم نمیخواد کسی سمت من بیاد. گفتم شهر ناآگاهی هستم و دوست ندارم و نقش خوبی هم دارم، اتفاقا میتونم کمکتون کنم. از من بکشین بیرون. هر کی سمت من بیاد من برام مافیا. نفر بعد. چالش میدم به خود دو بازی. آخه ببین 5 بازیش تناقض میدونی کجا داشت؟ ببین با اینکه 4 مافیا بوده، ببین 5 گفت 4 و 3 مافیای بازی هم با 7 بازی. درسته؟ اگه 1 و 10 مافیا نداری، خب 1 و 10 دارن میگن 9 دیگه. این تناقض بازی بود. من نمیگم مافیا ولی تناقض بود کلا. دو بازی من تعامل میکنم باهات. سر هر کی تو بگی من الان باهات تعامل میکنم. من تو 10 و 1 مافیا میبینم. نفر بعد. دوستان وقتی روسی میذارن کسی حرف نمیزنه، نکس میدن رد میکنن میره. این از این. روز اولم که استعلامو گفتم حال دادم به شهر، چون شماره 6 با نقش جانسخت اون پلشت اومده تو بازی، دیده میشه تو زحمت 6 نفر دیگه. اوکی. الان ببین رو شهر حال دادم، ولی ببین یه دونه شهروند بخواد موقع صحبتش حتی یه نفس بکشه من کیک میکنم، حق مافیا هم ضایع نشه. نفر بعد. خب نوعی بازی یا 5 فعلا از 7 میکشیم. به نظرم 7 شهروند کلاپسی که مافیا تا تا نگهش میدونه. خواهشاً نوعی بازی همه اومدن بالا، تو رأی نده، بذار من مافیای قطع رو بیرون کنم. گرفتی؟ یک بازی تو چالش نگیر، خواهشاً چالش نگیر، فقط رأی بدین. من پایین میشینم، همه تون میان بالا، یک مافیای به قطع میدم بیرون. دیگه تکرار نمیکنم ها. نکس کنم برید که مافیای دوم میتونم بدم بیرون. نفر بعد.
فکری که میکنم نباشه، یار فروشی نکرده باشی. شماره 2 چالش هم به خودت میدم، فقط بیا توضیح بده 9 چجوری سفید کردی شما. شماره 9 اعتماد به نفس گرفتی همینجوری صحبت میکنی، از کجا سفید شدی تو؟ نمیدونم والا، بیشتر توضیح بده که 9 چجوری سفید کردی. من نمیدونم، میگم از ذهنم هم میگذره یار فروشی نکرده باشی. آقا من یار فروشی کردم، رسید به کیاس با من دست نده. امروز تو موظفی رای بده همه تون بیاین بالا، من با این بشین آخ بگردم یکی بازی. دمت گرم 5 همه تون رای بدین، 7 بازی مخصوصا تو. من پایین میشینم، مافیای دومتونم میدم بیرون. میریم سراغ رای گیری. خب چیزی که الان میدونم اینه که 4 واقعا مافیا بوده، چون اگه شهر بود الان 6 نفریم. متشکرم. نفر بعد. دوستان ببینید، من از اولشم گفتم که میخوام با شماره 3 که ازش حس شهروندی میگیرم تعامل کنم، باهاش باز. نفر بعد. میریم به خواب نیمروزی. چرا کیک کردی؟ شهردار بازی بیدار شه. آیا شهردار میخواد رأی گیری رو ملغا کنه؟ آیا میخواد رأی خروج به یکی از این 2 نفر بده؟ متوجه شدم. چه حقی داشتی ما رو کیک کنی؟ کدوم انتخاب میکنید؟ عجب نامردی. مستقیم میریم به ادامه بازی. مافیا بازی رو باخت. تبریک میگم به شهر.